سلام مارکوس، این ماهیه چیه اینجا؟ به من گفت که تو انگشتش کردی. من این کارو نکردم مارکوس. اون یه ماهیه. من چرا باید این کارو کنم آخه؟ پخ یه سن. چرا آخه حرفمو باور نمی‌کنی؟ اون یه ماهیه. اصلا دستم توش نمیره. داداش منه رابرت. جدی میگی مارکوس؟ تو ماهی واقعا داداش توه؟ این داداش کوچیکمه رابرت. این یعنی واقعا داداش توه؟ خیلی پسر خوبیه. خب مارکوس اسمش چیه؟ مارکوس؟ علی قلی. من فکر میکردم که تو کرمی. آخه اصلا شبیه ماهی نیستی. من شاهماهی ایران گوگوشم. مارکوس چی داری میگی؟ من دیگه واقعا متوجه حرفای تو نمیشم. تو گوگوشی؟